اجازه بفرمایید با یه غزلی از حافظ صحبت امشبمون رو شروع کنم و بعد در خدمت شما خواهم بود. شنیده‌ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر، کنایتی است که از روزگار هجران گفت. این غزل رو انتخاب کردم که حال هوای جدایی و فراق و غربت و اینها رو داره. نشان یار سفر کرده از که پرسم باز، که هرچه گفت برید صبا پریشان گفت. فغان که آن مه نامهربان مهر گسل، به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. من و مقام رضا بعد از این و شکر رقیب، که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت. غم کهن به می سال خورده دفع کنید، که تخم خوشدلی این است پیر دهقان گفت. گره به باد مزن گرچه بر مراد رود، که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت. به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو، تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت. مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل، قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. که گفت حافظ از اندیشه تو آمد باز، من این نگفتم آن کس که گفت بهتان گفت. این هم غزل حافظ. من معمولا کلاس‌های درسم رو در دانشگاه، برخلاف شما که نمیتونید با غزل‌های فارسی حافظ و سعدی شروع کنید، با غزلی از حافظ و سعدی و فخرالدین عراقی و گاهی اوقات هم معاصرین نوپرداز شروع میکنم. عنوانی که با مشورت آقای دکتر فرقانی برای صحبت این جلسه انتخاب کردیم بحث افسردگی هست و این نحوه پیشگیری از افسردگی. افسردگی تله است که کم و بیش همه ما در طول زندگی به نوعی گرفتارش میشیم. افسردگی در معنای کلی یعنی افت خلق، یعنی اینکه ما حالمون خوب نباشه. منتها ما یک طیفی از افت خلق ساده تا افسردگی به معنای یک اختلال بالینی رو همه رو افسردگی میگیم. در اینجا و در این گفتار من سعی ندارم که یک تمایز بین افسردگی بالینی به عنوان یک اختلال روانپزشکی و افسردگی به عنوان افت خلق و حال بدی که ما در زندگی روزمره تجربه میکنیم ایجاد کنم. و عمده تلاش همین هست، ضمن این که از مسیر علمی دور نشم، از گفتار ساده غیر تخصصی هم سرپیچی نکنم. افسردگی چیه؟ از هر کسی ما بپرسیم افسردگی چیه، یک تعریفی برای افسردگی خواهد داشت که عناصر مشترکش در تعریف همه اون حس حال بد، غمگینی، از دست دادن امید و انرژی هست. منتها اگر بخوام افسردگی رو قدری دقیق تر نگاه کنیم بر مبنای اون نظام طبقه بندی اختلالات روانشناختی که بهش میگن DSM، افسردگی اختلالی هست که با این 4 دسته از نشانه ها شناخته میشه. امید جان صداش بلنده بزن. یکی علائم هیجانی مانند غمگینی، بی انگیزگی، از دست دادن علاقه به کارها، علاقه به مردم، عدم لذت یا آنهدونیا و بی لذتی، این علائم هیجانیش هستن. علائم جسمی
یا علائم در واقع فیزیولوژیک شامل کاهش یا افزایش اشتها و وزن، اختلالات گوارشی مثل یبوست، اختلالات خواب، کمخوابی و بیخوابی ولی در هر صورت خواب کم کیفیت و کاهش لیبیدو و در واقع تمایلات. نشانه های شناختیش که بارزترین نشانه ها در افسردگی هستند: ناامیدی و فکرهای بدبینانه، افکار بدبینانه نسبت به خود، نسبت به آینده و نسبت به جهان اطراف، که این سه رو یکی از متخصصین حوزه روانشناسی به اسم بک مثلث بدبینی میگه. مثلث بک ما میشناسیم اینها. گاهی اوقات فکر کردن به خودکشی، ناتوانی در تصمیم گیری، ناتوانی در تمرکز بر روی تکالیف شناختی، ناتوانی یا در واقع کمتوانی در استفاده از توانمندی‌های شناختی مثل هوش و نشانه‌های رفتاریش مانند خستگی، کم تحرکی، دوریگزینی از افراد، بی‌توجهی نسبت به ظاهر و اهمیت ندادن به آراستگی و بهداشت و اینها. این 4 دسته از علائم اصلی افسردگی هست. افسردگی علاوه بر این که من در یک حساب سرانگشتی به 2 قسمت اختلالات عادی خلق و یا افت عادی خلق و اختلال بالینی تقسیمش کردم، یک تقسیم بندی بالینی در درون خودش داره که بهش نمیپردازیم. یه خانواده ای از افسردگی ها رو داریم که باز کردن اونها شاید برای جلسه ای مثل جلسه امشب با هدفی که امشب ما در خدمت شما هستیم در نهایت خیلی هم مفید نیست. اما چه کنیم؟ با افسردگی چه کنیم؟ ببینید همه ما در زندگی در معرض استرسورها، در معرض فشارهای روانی، در معرض فقدان و از دست دادن، تروما و آسیب‌های جسمی و روانی، مشکلات در روابط با اطرافیان، حوادث و سوانح حساب نشده هستیم. همه اینها اگر طولانی مدت باشند و تأثیر طولانی و مزمنی بر روی ما بگذارند، در نهایت قوای ما رو تحلیل میبرند و ما در اون پیوستاری که عرض کردم که شما در یک سوی این پیوستار شادکامی رو ببینید، در وسط پیوستار یک حالت خنثی یا عادی رو ببینید و در انتهای پیوستار یک ادبار و ناراحتی جدی به معنای افسردگی رو. همه این اتفاقات باعث میشن ما از جایگاهی که بر روی این پیوستار قرار داریم هر جا که هستیم به سمت مقابل حرکت. یعنی شما اگر شادکام هستید بخشی از شادکامیتون از دست میدید. اگر یک فرد عادی هستید یعنی میتونید خلق خودتون رو مدیریت کنید و مثل افراد عادی هم غم رو هم شادی رو هم لحظه های خوب هم بد رو اینا تجربه میکنید، ممکنه که به سمت قسمت های بد و منفی سوق داده بشید. و اگر افت خلق دارید ممکنه که از خط تشخیص بالینی رد بشید و یک بیمار افسرده به معنای واقعی بشید. عواملی که زمینه ساز افسردگی هستند علاوه بر مواردی که خدمت شما گفتم، گاهی اوقات ژنتیک و سابقه ابتلای خانوادگی و گاهی اوقات برخی از ویژگی‌های شخصیتی هم هستند. اما در این گفتار من تمرکز عمده‌ام بر روی فاکتورهایی که میتونن به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار ما باشن. من با چند تمثیل یا با چند استعاره در واقع بهتره بگم عرایض خودم رو
شروع میکنم و سعی میکنم خیلی طولانی نباشه. من ترجیح میدم 2-3 جلسه در خدمت شما باشم با به شکل اینتراکتیو و با چی میگن مباحثی که سر و ته داره، تا اینکه یک جلسه طولانی بورینگ داشته باشیم و اینتراکتیو هم نباشه و یه مونولوگ. خب عرض بشه که استعاره اول من اینه. ببینید همه ما ظرفیت معینی برای تحمل ناراحتی ها داریم، برای استرسورها. شما یک لیوان رو در نظر بگیرید. از زمانی که ما به دنیا میان این در حال پر شدنه و به صورت طبیعی ما یک سری اکشن ها و ریاکشن هایی داریم که این استرسورها و فشارها و عواملی که در واقع ما بهشون در اصطلاح درمان های شناختی رفتاری میگیم عوامل زمینه ساز، مقابله هایی داریم که باعث خنثی شدن اثر این ناراحتی ها میشن. به عنوان مثال توانمندی های ما برای حل مسئله، شادی های ما، محیط خوبی که داریم، اون سوشال ساپورت سیستم یا فامیلی ساپورت سیستمی که هر کدوم از ما ممکنه داشته باشیم، اینها به صورت مداوم در حال خالی کردن ظرفیت این لیوان هستند یا خالی کردن ظرفیت هارد کامپیوتر ما هستند، به گونه‌ای که ما به اون حد غیر مجاز یا خط خطر بالینی نرسیم و دچار افسردگی نشیم. اما واقعیت اینه که این ظرفیت برای همه ما محدوده. یه وقتایی ما در حال اداره کردن زندگیمون هستیم و از عهده اون برمیان، منتها یه اتفاقی میفته، مثل از دست دادن یه عزیز، مهاجرت، بیکار شدن، مثل تصادفات و موارد پیش بینی نشده. اینا باعث میشن که ظرفیت اون لیوان پر بشه و سرریز بکنه. سرریزش رو ما به شکل بدحالی های روانشناختی و شایع ترینش اختلالات خلقی و اضطرابی تجربه میکنیم، یعنی خانواده افسردگی و خانواده اضطراب. هیچ کسی با این توصیف و تمثیلی که من داشتم ایمن از ابتلا به افسردگی نیست. به صورت نظری همه ما در معرض افسردگی قرار داریم، منتها بستگی داره که روزگار با همون چطوری بازی کنه و خودمونم تا چه اندازه بتونیم از قابلیت‌های خودمون برای مقابله با این حال بد استفاده کنیم. باید بپذیریم و عاقلانه است بپذیریم که همه عوامل اثرگذار بر روی ما یا همه عوامل زمینه ساز افسردگی در کنترل و اختیار ما نیستند. مثلا شما شاید بتونید حجم کارتون رو کم کنید، ولی اگر ابتلا به یک بیماری جسمی داشتید شاید از دست شما کاری ساخته نباشه. یک آزمایشی میدید میبینید تا دیروز بیماری نبود و از فردا هست و کاری هم از دست شما ساخته نیست. یا اگر خدایی نکرده اتفاقی برای شما یا اطرافیان بیفته که یک سانحه به هر صورت خارج از کنترل ماست. خب این یه نکته. پس هیچ کسی نیست که بگه من مسئول از اختلال روانشناختی به خصوص افسردگی هستم. نکته بعد، ما 2 نفر نظریه پرداز در حوزه استرس داریم به اسم لازاروس و فولکمن. اینها یک استعاره‌ای دارن، استعاره ترازوی شاهیندار. ترازوهای بقالی‌های قدیم که ما میرفتیم و از اون بقالی‌ها خرید میکردیم، به صورت مجسم تصویرش جلوی چشم من هست. گاهی اوقات اون کاسبای با انصاف به اندازه اون ظرفی که داخلش اون جنس ما رو، مثلا ادویه رو میریختن داخل یک کاغذ یا پاکت، اون کاغذ یا پاکت رو زیر سنگ هم میگذاشتن، زیر اون وزنه که تعادل برقرار بشه. در حالت عادی شما این ترازوی 2 کفه‌ای رو در نظر بگیرید. از یک سو برای فشارها، سختیها، عوامل زمینه ساز، استعداد ابتلای
ژنتیکی، خانواده ناهمراه، اصلا تک والدی بزرگ شدن در فقر، سختی هایی که خارج از کنترل ما، سوء استفاده های جسمی و جنسی، مشکلات زیادی که در دوره کودکی ممکن از ناحیه تحصیل، زندگی در یک جای کم کیفیت و اینها عارض شده باشه، همه اینها عوامل زمینه ساز هستند که در یک کفه ترازو وجود دارند. مشکلات اطرافیان که ما رو متأثر میکنه، مانند مثلا گرفتاری های حقوقی اعضای خانواده و سختی هایی که هست، فشارهای کاری، فشار درس، فشار تدریس، مشکلات خیلی زیاد اقتصادی، شکست های عاطفی، عاشق شدن های بی سرانجام یا ازدواج های بی سرانجام و مواردی از این دست، اینها همه استرسورهایی هستند یا عوامل زمینه ساز ابتلا به افسردگی هستند که در یک کفه ترازو قرار دارند و در کفه دیگر مقابله های ما هستند، توانمندی های ما، مهارت حل مسئله ما، خانواده خوب، دوستان خوب، نظام حمایت اجتماعی که من از همین الان اگر ندارید که شاید دارید شکلیش رو، توصیه میکنم که به عنوان یک خرده گروه که در کشوری هستید حتما یک جوامعی داشته باشید و هر کسی نیازهای خودش رو، توانمندی‌های خودش رو، داشته‌های خودش رو اونجا به صورت شناخته یا ناشناس به اشتراک بگذاره. خیلی وقتا ما یک سری قابلیت‌هایی داریم که فکر میکنیم چون به کار خودمون نمیاد به کار دیگران هم نمیاد، اما بعضی وقتا با همین قابلیت‌ها ما دیگران رو میتونیم از بحران نجات بدیم. و اگر صلاح دونستید من رو هم به عنوان یک عضوی در اون گروهاتون اضافه کنید. من الان مثلا مشاوره های بحران برای بسیاری از مراجعین هم دارم، گاهی اوقات از مثلا اتفاقات خیلی سختی که ممکنه بیفته پیشگیری میکنه. شما این نظام حمایت اجتماعی بخشی از داشته هاتون در سمت مقابل کفه ترازو هست و مقاومت های جسمی، روانشناختی، توانمندی هاتون، درآمدتون، پشتوانه های فکریتون، بهتر از همه اینها اطلاعات و دانش شما برای مواجهه با یه دنیای پیچیده، هنرتون. اگر یک نفر مثلا دستی به ساز داره، دستی به آواز داره، یه شکل دیگری از هنر، ادبیات و موارد اینا چیزایی هستن که به صورت مستقیم قابلیتایی که میتونن با افسردگی مقابله کنن. اما مقابله ها در معنای علمی روانشناختی یه خورده ای از اینها دقیق تر هستند. یعنی فرایندهایی که ما داریم برای شناسایی، تشخیص و اصلاح فکرهای شناختی معیوبمون. ناامیدی برای همه ما اتفاق میفته. بعضی از ما در داخل اون ناامیدی گیر میکنیم و بعضی از اون رهایی پیدا میکنن و این خیلی به دانش و تخصص ما و به سطح سواد ما هم بستگی نداره. الان گفت که میخور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نی که گر زخمت رسد آیی چو چنگ اندر خروش. یعنی بعضی ها برای خودشون توجیه دارن، اتفاقات بد برای همه ما میفته، ولی گیر نکردن داخل این اتفاقات بد یه هنره. ممکنه همین الان در بین مخاطبین من کسانی باشن که مثلا اختلافات خانوادگی داشته باشن، یه واقعیتیه. شما وقتی با یک فرد دیگه زندگی میکنید، سه حالت رابطه خوب، رابطه عادی و رابطه بد رو با همدیگه تجربه میکنید. هیچ کسی نمیتونه بگه من همیشه با همسرم بهترین رابطه رو دارم، ولی همین روزهای خاکستری و تاریک زندگی بعضی از شما رو به سمت افسردگی میبره، توش گیر میکنید و بعضی از شما گیر نمیکنید. اینا توانهای مقابله شماست و در بحث مقابله با افسردگی عمده
فعالیت ما توانمند کردن افراد از نظر شناختی که افکار افسرده ساز و شناختهای معیوب رو خودشون بشناسن و با اون مقابله کنن و استفاده از فرصتها و سبک زندگی خوب. این چای رو در دست من میبینید، این جای شما خالی ببینید اصلا یه فنجان چای درجه 1 لاهیجان، چای دستساز که دوستان ما آوردن. بعضی از افراد این چای رو نوش جان میکنن برای اینکه خورده باشن و بعضی از این به عنوان یه فرصت استفاده میکنن برای لذت بردن از رنگش، از عطر و بوش، از فضایی که این چای خوردن ایجاد میکنه. فردی که روبروتون هست و هر کسی یه فنجان چای دستشه، همه اینها ببینید آدمهای مقاوم به افسردگی در مقایسه با افرادی که استعداد ابتلا به افسردگی دارن شاید به لحاظ کمی تفاوت‌های زیادی نداشته باشه. ما یعنی کمابیش امکانات و پتانسیل ها و مشکلات و محدودیت های برابری داشته باشن. اما چی میشه که یک فردی به سمت افسردگی سوق پیدا میکنه و یه فردی هم افسرده نمیشه؟ خب من میکروفون رو برای لحظاتی به شما میسپارم، نظراتتون رو مطرح کنید، من هم چایم رو بخورم و با مهمانم هم یه 2-3 دقیقه گپ بزنم، در عین اینکه گوش میکنم شما رو و بعد بریم سراغ راههای پیشگیری از افسردگی. میکروفونم رو من خاموش میکنم که صدا برگشت نکنه. بفرمایید. حالا بهتره بگم یه سوال مطرح کنم که با پاسخ دادن با اون سیالتر صحبت کنید. این که فرض کنید من همون قوله چراغ جادویی هستم که هر کاری رو در خصوص پیشگیری از افسردگی میتونه بکنه. شما از من چی میخواید در این جلسه؟ چی کار بکنم؟ چی بگم؟ خب چقدر همکاران خوبی، هیچکی بار منو سنگین نمیکنه. من به عنوان کوچیکتر جمع اجازه صحبت بفرمایید، من اجازه داشته باشم. خودمو کوچیکتر میدونم تو این جمع، ولی کن خدمت شما که عرض کنم دوست دارم
تو این بحثه یه سری عرایزی هم داشته باشم و استفاده بکنم بیشتر. حالا من فکر کنم چیزا هم قطع شده، ببخشید. من اول خوشحالم چون دیروزم توی یه جلسه لایو دیگه‌ای بودیم شبیه به همین جلسه با پیرامون موضوعات منتالی و روانی و یه سوالی اونجا مطرح شد و بحثی مطرح شد که اینجا خوشحالم که فکتش اومد که نقضش کرد. اونجا مطرح شد که این مباحث بیشتر خانوم‌ها علاقه‌مندن کلاً اساساً به اینجور مباحث و چرا توی جامعه ایران خیلی آقایون درگیر این مسائل نمیشن، ولی الان خدا رو شکر دارم میبینم توی این گروه و توی این میتینگ همه مردن، همه که نه ولی عمدتاً مرد هستن و این نقض بحث دیروزیه که ما داشتیم. من حالا نمیدونستم بحث امروز چارچوبش در مورد پیشگیری از افسردگیه. من سوالام در مورد بعد از مواجهه با تروما و اتفاقات هست و احیانا افسردگی که ایجاد میشه. نمیدونم آیا مجال بحثش تو این جلسه هست، آیا میتونم سوالامو بپرسم یا که بذارم آخر جلسه شخصی بپرسم آقای دکتر؟ به هر حال من بفرمایید، حالا اگر مجالی بود پاسخ میگیم، اگه نبود که انشالله جلسه دیگه‌ای در خدمت شما خواهم بود. بله، من سوالم به صورت مشخص، من 3 تا آیتم، البته فرمایشات شما رو من نوت برداشتم که استفاده کنم، خیلی هم به جا و جالب بود برای من، ولی من 3 تا سوال به صورت مشخص دارم که میخوام خودم عملی ازش استفاده بکنم. وقتی که یه عارضه به هر حال مشکلی پیش میاد روحی روانی و سبب میشه که از لحاظ روحی آدم به هم بریزه، حالا یکی از متداول ترینش برای ما که خارج هستیم بحث مهاجرت و غم غربته، ولی خب برای من علاوه بر اون مسائل دیگه هم ایجاد شد که حالا کم و بیش آقای دکتر نیکوفر در جریان هستن. من به صورت مشخص میخوام بدونم چجوری باید اگر یه اتفاق میفته و باعث افسردگی میشه، برای که افسردگی کم بشه چجوری فراموش کنیم و چه راهایی هست برای فراموش کردنش. و اینکه چون حالا شاید این استثناءاتی هم باشه، تو همه اتفاق نیفته، ولی تو شخص من باعث عدم تمرکز زیاد شده. میخواستم اینو بفرمایید اگه امکانش باشه چجوری بشه که تمرکز رو با اینی که این غم و این افسردگی رو میتونید حملش بکنید، تمرکز رو هم حفظ بکنید. و یه سوال دیگه اساساً برای شخصیتایی که خودشون ذاتاً، حالا خودم به صورت مشخص خاطره بازن، یعنی حالا بحث مشخصی نه ولی خب همیشه دنبال خاطره سازی و دنبال خاطره بازی هستند. نمیدونم یه تایپ شخصیتی شاید باشه، شاید هم نباشه، ولی شخص من همیشه شاید به عکس علاقه داره، همیشه به جمع کردن آلبوم علاقه داره، همیشه با خاطره حالش خوب میشه وقتی اینجور مواقع. خب این اصلا کلا مثل یه خنجر عمل میکنه دیگه، خنجر عمل میکنه و باعث میشه که اتفاقات بدتری بیفته، چون خاطره باز هم هستی شما. در مورد این شخصیت ها هم اگر که این جلسه مجال داد بفرمایید که اساساً شخصیتایی که خیلی تو خاطره هاشون میچرخن، اینا آیا میتونن دور بشن و یا میتونن تغییر بدن خودشونو یا نه، یا چجوری میتونن باهاش مواجه بشن؟ خیلی ممنونم. خب بسیار عالی. اجازه بدید که من به هر دو سوال پاسخ ندم و حالا دلیلش هم اینه، میگذرم چون در صحبت‌های من شاید به صورت حالا منظم نکاتی رو خواهم گفت که پاسخ بعضی از اینها هست و واقعیت برای بعضی هاشون هم چون من تجربه شخصی شما رو ندارم، شاید پاسخ من یک پاسخ فقط به لحاظ تئوریک و نظری پاسخ کارآمدی باشه، ولی در عمل تجربه شما رو نداشتم. به هر صورت جناب آقای دکتر شاطرزاده عزیز، همیشه آدم ها در تصمیم گیری های خودشون یه تحلیل هزینه و فایده رو انجام میدن و کاری مثل مهاجرت در کنار آوردهایی که میتونه داشته باشه هزینه هایی داره که ما ناگزیر اون رو باید بپذیریم و همه شما، مخصوصا شما که به هر صورت با برنامه ریزی و در واقع مهاجرت کردید و گریز نداشتید یا
بعضی از افراد برای اجتناب با زندگی مهاجرت میکنن. اجتناب از زندگی، اجتناب از رویارو شدن با واقعیت‌های دشوار زندگی، و بعضی ها یک انتخاب برای نوع دیگری از زندگی یا زندگی در جای دیگر به شکل دیگر مهاجرت میکنن. بعضی از اثرات این ناخواسته است، ولی یه چند سال پیش ما یک کتابی رو با استادای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران کار کردیم تحت عنوان اکولوژی انسانی سلامت همگانی. خیلی تاکید شده بود روی حفظ اون 3S Social Support System، نظام حمایت اجتماعی که میتونه کمک کنه ما کاستی های هیجانی یا دشواری های مثل غم غربت و دوری از عزیزان و اینها رو فراموش کنیم، بهش معنا بدیم یا اینکه با روابط معنادار دیگری جایگزین کنیم. اما جناب آقای جوشن، ببینید شما آدم ها رو ناخواسته به دو دسته، کسانی که تخیلات قوی دارن و در خاطراتشون خیلی غور میکنن و کسانی که این ویژگی رو ندارند یا کمتر دارن تقسیم کردید. ما چنین تقسیمی در روانشناسی نداریم. یعنی همه آدم ها به درجاتی با گذشته خودشون هم زندگی میکنن و از گذشته خودشون رها نیستن، ولی میزان غنا و میزان در واقع اون کیفیت زندگی فعلی ما هست که مشخص میکنه آیا ما قصه گذشته رو بخوریم یا نه. معمولا افراد افسرده نشخوار فکری گذشته رو دارن. یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم، این مال آدمای افسرده. آدمای افسرده نشخوار فکری گذشته رو میکنن. لحظات خوب گذشته رو بد نیست که آدم برای خودش از طریق تخیل مکرر کنه، اما گاهی اوقات ما به خاطر خلأ زمان حالمون و ناامیدی از آیندهمون گذشته رو رها نمی کنیم. این به این معناست که افسرده شدیم. حالا گفتید چه تکنیکی؟ ما یه تکنیک هایی داریم تحت عنوان درمان های شناختی رفتاری برای موردی که شما گفتید، یعنی فکر کردن، تمرکز کردن روی فکر و بازسازی شناختی، تکنیک های شناختی، رفتاری شناختی یا کاگنیتیو بیهیویرال تراپی، درمان های شناختی رفتاری از بقیه مؤثرترن. این حالا صحبت من و اجازه بفرمایید بریم روی روش های پیشگیری از افسردگی. من میخوام با واژگانی بگم که شما از یادتون نره حتی الامکان، یعنی با اصطلاحاتی غیر از اون چیزی که معمولا در کتاب‌ها نوشته شما مواجه هستید. اولین و مؤثرترین مجموعه از اقدامات برای پیشگیری از افسردگی یا اجتناب از افسردگی به رسمیت شناختن خودمون به عنوان یک انسان هست. ببخشید عذرخواهی می‌کنم من قطع صحبت، چون این نسخه گوگل میت در واقع اون ورژن رایگانش هست، حدود 15 دقیقه دیگه این قطع میشه. وقتی قطع بشه من یه لینک دومی هست اونا میفرستم، هم برای بچه‌ای که تو گروه مختلف هستن هم برای شما. فقط خواستم یه اطلاعی دادم. میتونی اینجا بذاری لینکو، نمیشه تو همین چت اینجا بذاری دوستان داشته باشن؟ باشه چشم. بسیار هم عالی. عرض بشه خدمت شما که به رسمیت شناختن خودتون به عنوان یک انسان یا خودمون به عنوان یک انسان، ممکنه این گفتار یا اصلا این جمله بندی یه جورایی غریب باشه و از خودمون بپرسیم خب مگه تا الان خودمون رو به عنوان یک انسان به رسمیت نمیشناختیم؟ واقعیت اینه که من اونایی که علاقه‌مند به مطالعه هستن یک کتاب خیلی مفید رو بهشون معرفی میکنم تحت عنوان سوشیوبیولوژی.
سوشیوبیولوژی یا زیست شناسی اجتماعی مال یک روانشناس، یا بهتر بگم زیست شناس یا زیست روانشناس تکاملی به اسم ادوارد او ویلسون هست. ادوارد ویلسون عرض بشه خدمت شما که اومده نشون داده که چگونه تمام اون رفتارهای اجتماعی که ما داریم، بهزیستی فردی و بهزیستی اجتماعیمون متأثر از زیست شناسی هست که محصول تکامله. ما گونه ای هستیم که برای نوع خاصی از زندگی کردن در طول قرنها، بعضیا میگن میلیون ها سال، صدها هزار سال ساخته شدیم. اما یه سبک زندگی رو داریم میبینیم، یا انتخاب کردیم یا بهمون تحمیل شده یا در اون قرار گرفتیم که در بعضی از جنبه‌های اصلیش خیلی همراستایی با سپرده ژنتیکی و ارثی سالیانمون نداره. عرض بشه خدمت شما که در کشور انگلیس روی خدمات روانشناختی آنلاین و خدمات سلف هلپ یا خودیاری روانشناختی خیلی کار میشه، به خاطر گران بودن خدمات روانشناختی. عرض بشه خدمتتون که در اونجا چارچوب هایی رو برای حفظ بهزیستی یا ولبینگ تعریف کردن که هر کدوم از این چارچوب ها رو نگاه کنید، هر مؤسسه یا هر نظریه پرداز اینو درست کرده باشه، مبنای تکاملیش مد نظره. یکی از این چارچوب ها BACE یا بیس، BACE. B حرف اول بادی کیر هست که بادی کیر توی 4 قسمت اکسرسایز، rest and sleep، healthy eating، treat illnesses هست. و جالبه که اکسرسایز اولش گفته، یعنی انسان یک موجود متحرکه. در تعریف انسان بعضی میگن انسان موجود ناطق، از دید تکاملی من میتونم بگم انسان موجود متحرک، یعنی برای اجداد ما یه حالت بینابینی وجود نداشت، یا در حال حرکت بودن یا مرده بودن. برای به دست آوردن غذا، برای به دست آوردن امنیت، برای به دست آوردن دمای مناسب زندگی یا فرار و به دست آوردن سرما و گرما، انسان ناگزیر بود همیشه در حال حرکت باشه. در حالی که زندگی‌های امروزه ما یک جا نشستن و بی تحرکی رو دامن میزنه به صورت ناخواسته و ورزش به عنوان یک پیوست یا به عنوان یک زگیل زندگی مطرح شده، در حالی که اصلا یه بخش ثابتی از زندگی باید باشه، نه به عنوان یک بخشی که ما بخوام به زندگیمون اون رو اضافه کنیم. و حالا من ربطش میدم به افسردگی. میدونید که افسردگی در سطح بیولوژیک یا زیستیش شامل افت میزان نوروترانسمیترهای تثبیت کننده خلقه، سروتونین، دوپامین، نورپینفرین، اینها معروف ترینشون هستن. و جالبه که 2 دسته مهم از داروهای ضد افسردگی که نسل جدید داروها هست، اینها منع کننده های بازجذب سروتونین یا منع کننده های بازجذب نورپینفرین هستن. فعالیت جسمی
باعث تولید سروتونین و نورپینفرین و دوپامین هست. فعالیت جسمی به تنهایی میتونه اثری در این که میگم اینا همش ریسرچ بیسته و داکیومنتد هست که این فعالیت جسمی توزیع شده روزانه، نه فعالیت جسمی مثلا این گل کوچیکایی که روز جمعه ما میریم بازی میکنیم یا استخرایی که یک شنبه ها میریم، اینا نه، هر روز جیره اون روز رو مثل غذامون داشته باشیم. این فعالیت به تنهایی برابر داروهای ضد افسردگی مثل فلوکسیتین اثر بخشی داشتن در درمان. بنابراین برای پیشگیری از افسردگی اول بپذیریم که ما نوادگان اجدادی هستیم که به صورت طبیعی مجبور بودن دائما در حال حرکت باشن. مثلا در ایران خودمون اصلا اصطلاح ییلاق قشلاق کردن تا همین اواخر یه اصطلاح رایجی بود. از مناطق سردسیر شمالی و مرکزی ایران راه می افتادن، صدها کیلومتر همراه با گله ها و پیر و جوان هاشون و اینها می رفتن مناطقی که گرمتر باشه بتونن خودشون و دام هاشون و اینها رو نجات بدن و دوباره برگردن بیان. شما فکر کنید که الان اگر یک فردی خودش این کار رو بخواد به عنوان یک فرد نه در چارچوب زندگیش انجام بده، ما یک ماجراجو میدونیم یا یک آدم خارق العاده میدونیم. یه فردی که از یک ناحیه سردسیر مثلا خراسان راه افتاده رفته خوزستان یا هرمزگان و بعد برگشته اونجا، اینا غیر عادی میدونیم، در حالی که بخشی از زندگی آدم ها بوده. قسمت دوم داستان در همین بادیکر rest and sleep. الان چیزی که ساعتهای خواب و بیداری ما رو مشخص میکنه طلوع و غروب خورشید نیست. میدونید که ما سیرکادیان ریتمز یا چرخه های زیستی داریم. اگر متخصصینی در این زمینه حضور دارن در جمع، من ازشون عذرخواهی میکنم. این چرخه های زیستی مختلفی که ما داریم مثلا چرخه عادات ماهیانه خانوها، چرخه های خواب و بیداری شبانه روزی هم ما داریم و خواب بازسازنده و خواب با کیفیت ما زمانی اتفاق میفته که اجداد ما میخوابیدن. کی میخوابیدن؟ خورشید غروب میکرد. آره دیگه، توی تاریکی دیگه امکان ادامه زیست روزانه شونه نداشتن. اگر بیرون میموندن خطر حمله حیوانات وحشی و مارگزیده شدن و پرتاب از بلندی و نمیدونم تو کمین رقیبا گیر کردن و چی باعث میشد اونا زندگیشون از دست بدن. میبایست بیان و توی اون کلبه خودشون یا استراحتگاه خودشون بمونن و چون طول روز هم در حال حرکت بودن می اومدن و می گرفتن می خوابیدن و فردا صبح هم دیگه میز صبحانه آماده‌ای براشون وجود نداشت. خیلی‌ها با روشن شدن هوا میبایست برن و قوت همون روز و همون وعده‌شون رو جمع‌آوری کنن و بخوان با اون زندگی کنن. حالا ما اگر به چندین قرن قبل برنگردیم و در همین چند دهه معدود پیش در کشور خودمون میبینید که خیلی از افراد مثلا صبحانه هاشون رو همون روز صبح تهیه میکردن. در منطقه‌ای که ما زندگی میکردیم، فراهان استان مرکزی، در اینجا خونه هایی بود با تیرهای تیر چوبی، پوشش های تیر چوبی. نمیدونم کدومای شما تجربه دیدنش و اینا رو داشتید که همش سیاه بود. به خاطر اینکه صبح یکی از همسایه ها می اومد آتیش روشن می کرد،
همسایه های دوروبر هم می اومدن آب خودشون رو اونجا می جوشوندن، شیرشون رو همون، چون سوخت فراوان وجود نداشت، با هیزم و یا مثلا عذرخواهی میکنن تپاله حیوانات و اینها آتیش روشن میکردن، حتی اکثر استفاده رو هم میبایست ازش بکنن. و جالبه که ساج مینداختن رو اون آتیش و هر کسی همون نون صبحانه خودش رو اون موقع درست میکرد. آقای دکتر امینی دوست بزرگوار ما زمانی رئیس شبکه بهداشت استان آذربایجان شرقی بود. ما مهمانشون بودیم از طرف وزارت بهداشت و ما رو دعوت کرد. اول صبح ما رو برد روستای کندوان. نمیدونم کدوماتون رفتید، واقعا خیلی جای دیدنی و عالی، درجه یکیه. ما قبل از طلوع آفتاب کندوان بودیم و مردم گوسفنداشون از داخل آغل‌ها که کنار همون خونه‌هایی بود که توش زندگی می‌کردن، بعضیا آغلشون و خونه‌هاشون یه ورودی مشترک داشت، بعد دو شاخه میشد، مثلا خونه‌شون سمت راست بود، آغلشون سمت چپ. به این شکل گوسفندا می اومدن بیرون قبل از طلوع آفتاب، مردم در حال دوشیدن شیر اونها بودند و ما اول صبح رفتیم به یه قهوه خونه ای که ما رو با همین نون تازه صبح و شیر و عسل همون روز و اینها پذیرایی کردن. چقدر بهمون خوش گذشت. ولی میگم لازم نیست خیلی به زمانهای دور ما بریم. تحرک و بیدار شدن صبحگاهی لازمه زندگی در همین چند دهه قبل برای بسیاری از خانواده ها بود. و بس خاطر همین 2-3 دقیقه طول کشید، عذرخواهی میکنم. این نکته رو خدمت شما میگفتم که الان پژوهش‌ها نشون میدن که ما یک کلینیک خواب در دانشگاه علوم پزشکی تهران داشتیم که واقع در بیمارستان بهارلو بود، میدان راهن، و آقای دکتر صادق نیت اونجا کار میکردند و بقیه ما هم همکاری میکرد. یک پژوهشکده علوم شناختی و مغز هم داریم در دانشگاه شهید بهشتی که روی این چرخه های خواب و بیداری اینا خیلی کار میکنه. موقعی که ما این خارج از زمان مناسبش میخوابیم، مثلا دیر میخوابیم زود بیدار میشیم. الان زمان خواب افراد رو اکثر ما رو مثلا سریال های ترک و نمیدونم اینها مشخص میکنن که واقعا فاجعه است. و یا حتی گفتگوهای آنلاینی مثل همین الان. من مثلا هر شب خب ممکن بود دلم بخواد ساعت 10 بخوابم، امشب مثلا 11:30 میخوابم. مثال دارم عرض میکنم. این سبک زندگی ما رو قدری دور کرده از اون الگوی صحیح زیستن، الگوی درست زیستن. یکیش هم همین خواب و بیداری. الان خوابهای بازسازنده مدتی بعد از غروب آفتاب تا قبل از طلوع آفتابه. منتها الان بچه ها به خصوص حالا در خارج روزهای خارج مدرسهشون میبینیم ساعت 2-3 میخوابن و ساعت 11-12 پا میشن. به لحاظ کمی کم نمیخوابن اما همیشه افسرده پا میشن، همیشه خسته، خوابی که بازسازی نداره. این آدمو افسرده میکنه. بعد مورد بعدی healthy eating، تغذیه سالم، که من خیلی روش مانور نمیدم. منتها یه 2-3 تا نکته برای شما میخوام بگم که خیلی جالبه. بحث پیشگیری از افسردگی، همین الان هم میتونید از اینها استفاده کنید. دانشگاه شهید بهشتی یک کلینیک داره، پژوهشکده گیاهان دارویی. من نمیدونم کدوماتون میشناسید اونجا رو. ما دانشمندان فوق‌العاده‌ای اونجا داریم. مثلا یکیشون آقای دکتر صالحیه که در 2-3 دوره معاون پژوهشی وزیر علوم بوده، خیلی آدم توانمند. و آقای دکتر سنبولی اونجاست. گروه فیتوشیمی دارن، کلی برای خودشون
اونجا دم و دستگاه پژوهشی و داستان. اما ارتباطش با رشته ما جالبه بدونید که ما اومدیم RCT ها یا پژوهش هایی رو انجام دادیم برای بررسی میزان اثر بخشی بعضی از داروهای گیاهی برای درمان افسردگی. زعفران خودمون، زعفران رو شما میشناسید دیگه، ما نمیتونیم الان خیلی استفاده کنیم، مال مرفعین بیدرد یا مرفعین کم درد هست، ولی در یک کارآزمایی بالینی اثر زعفران مقایسه شد با قرص فلوکسیتین که داروی رایج ضد افسردگی هست و تفاوت معناداری بین اثر این دوتا دارو دیده نشد. یا گل محمدی چه به شکل قنچش چه خوش شدهش چه گلابش باز در RCT ها اثری بر روی اختلالات خلقی و اختلالات روانشناختی در چارچوب افسردگی برابر با داروهای ضد افسردگی داشت. و جالبه که این داروها و سومین مورد هم که اصلا یک قرصی ازش، یه دارویی تهیه شده در ایران در برخی از داروخانه ها هست به اسم فیتوکال، عصاره گیاه استخودوس هست. اینا خوبیش اینه که اثرات منفی داروهای شیمیایی رو ندارن، یک، تولرانس ندارن یعنی تحمل دارویی که مجبور بشیم دوز بیشتری استفاده کنیم، دو، و سوم اینه که اعتیاد دارویی هم ایجاد نمی کنن. حالا نکته جالبترش اینه که این برای طیف وسیع از ناراحتی ها مثل اختلال PMS خانم ها، اینو کاربردی میگم برای اعضای خانواده خودتون، از اینها میخواید استفاده کنید. بسیاری از خانم ها علائم اختلال خلقی پیش از قاعدگی رو دارن. خیلی از ماها افسردگی های فصلی رو تجربه میکنیم. برای این موارد من همین سه تا داروی گیاهی یا خود گیاه، اگر شما دسترسی به خودش داشته باشی خودشونو میتونید استفاده کنید، اینها اثرات ضد افسردگی دارن. حالا یه چیزی میخوام بگم که اجداد ما به عنوان بخشی از سبک زندگیشون این ادویه ها رو تهیه میکردن و استفاده میکردن به صورت رایج، یا به عنوان چاشنی غذاهاشون بود یا به عنوان دمنوش ها و به عنوان نشاط آورها استفاده میکردن. ما وقتی دور شدیم غذاهامون شد غذاهای فراوری شده و دور موندیم از اینها. و قسمت چهارم بادیکر هم شد treat illnesses یا درمان بیماری های جسمی، به دلیل اینکه اثرات روانشناختی جدی ایجاد میکنه. الان هر کسی بیماری قلبی داره در کنار داروهای خودش دکتر برای ضد افسردگی تجویز میکنه. هر کی دیابت داره باز شما میبینید که داروهای روانپزشکی برای تثبیت خلق در کنار اونها تجویز میشه. بنابراین حفظ سلامت جسمانی یه روش برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های روانشناختی همراه با بیماری‌های جسمی. خب من اون قسمت BACE رو که گفتم، A و C و E رو فقط به صورت کلی معرفی میکنم، بعد یک لحظاتی رو پرسش و پاسخ در خدمت شما خواهیم داشت و بعد هم این میشه پارت اول پیشگیری از افسردگی. برای پارت دومش انشالله جلسات بعد در خدمت خواهم. اما قسمت به A Achievement Accomplishment، اینم باز در مدل های بهزیستی روانشناختی تقریبا پای ثابت، یه میز ثابت سلامت روان اینه.
achievement در 3 قسمت work، study و chores مطرحه. کلاً درجا زدن در زندگی یعنی افسردگی. حالا من از این فرصت سوء استفاده کنم یه مثلی هم بگم. یه کتابی هست به اسم اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید. محمد ابن منور نوه ابوسعید ابوالخیر اینا رو نوشته. یه کتابیه که بخشای زیادی از این کتاب در واقع افسانه هست و یه بخشایش هم شرح احوالات واقعی یا زندگی نامه واقعی ابوسعیده. میگن ابوسعید قصد بالا رفتن به منبری رو داشت و مجلسش چون از سلبریتی های محبوب زمان خودش بود دیگه، معروف بود که ابوسعید کرامت داره، نمیدونم چه کارهایی رو انجام میده، نمیدونم حیوانات در اختیارش هستن، از این حرفا. ابوسعید رفته بود یه جا سخنرانی کنه و مجلس خیلی شلوغ بود و ازدحام جمعیت. دیدید بعضی وقتا وارد یه جایی میشیم جلویی یا که نشستن برای پشت سری ها دیگه جا وجود نداره، یکی پا میشه میگه چند قدم برید جلوتر جا باز شه. یکی پا شد در اون مجلس گفت خدای بیامرزد آن که را یک گام فراپیش نهد. ابوسعید که داشت میرفت بالای منبر برگشت، پله پایین منبر ایستاد رو پاش و گفت هر آنچه میخواستم بگویم یا اولیاء الله گفتند وزن این سخن ندارد که خدای بیامرزد آن که را یک گام فراپیش نهد. گذاشت رفت. اون شد سخنرانی اون روز. گفت هر چی میخواستم بگم اولیاء الله هم گفتن. اهمیت این حرف رو نداشت که خدا خیر بده کسی رو که در زندگی خودش بتونه یه قدم جلو بذاره. زندگی بدون پیشرفت یعنی زندگی افسرده‌وار، در کار، در درآمد، در زندگی، در علم آموزی، در تحصیل، در امور عادی زندگی. کسی که اتاقش مرتب و تمیزه، کسی که کارتای اعتباری و شناسایی و اینا بروز هست، کسی که ددلایناشو میشناسه، کارهای عادیشو انجام میده، کفشش واکس زده است، لباسش اتو شده است، این آدم احتمال ابتلا به افسردگیش کمتر از افرادیه که شلخته‌وار زندگی میکنه. قسمت بعدی، حالا اگر فرصت بشه در جلسات آینده در این باب سخن خواهم گفت. قسمت بعدی C هست، Connect with others، Family, Friends, Community. این برای شما بسیار مهمه و فکر میکنم این سوالاتی که دوستان پرسیدن در چارچوب صحبت‌هایی که در این قسمت خواهم کرد بعضیاش پاسخ داده میشه، ولی اینطوری بهتون بگم از دید تکاملی evolutionary هیجان‌های انسان دو دستن، معطوف به خودش، معطوف به دیگران. بسیاری از هیجان‌ها با فرض وجود دیگران معنا پیدا میکنه. مثلا شما افتخار یا هیجان‌های منفی مثل حسادت، اینا تا فرد دیگه وجود نداشته باشه از معنا پیدا نمیکنن. احساس غرور، سربلندی، بسیاری از هیجان‌های مثبت، حتی هیجان‌های معطوف به خود مثلا شادی، زمانی که در بستر جمع قرار میگیره چندین برابر میشه. در این فیلم مارمولک پرویز پرستویی میگفت که لطف عبادت به جماعتشه. واقعا خیلی جاها شما اینکه یک فنجان چای رو تنهایی نوش جان کنید یا دو نفره یا در یک جمع، میزان حس شادی یا رضایت متفاوتی رو برای شما ایجاد میکنه. من حالا خلاصش میکنم. اگر قرار بود انسان تنها زندگی کنه اصلا زندگیش این شکلی نبود.
اصلا این شکلی نه. یه فیلمی هست، فیلم سینمایی دور افتاده، یه بنده خدایی مال این کمپانی فدکس، بعد هواپیماش سقوط میکنه و این نجات پیدا میکنه، با امواج دریا میفته تو ساحل یه جزیره و اونجا تنها مدت‌ها میمونه. داستان خیلی جالبی داره، اگر دلتون خواست ببینید. اون قسمتش رو من از دید روانشناسی دارم نگاه میکنم که انسان وقتی تنها میشه زندگیش کاملا متفاوت میشه. و قسمت آخر enjoyment هست، BACE enjoyment هم play fun pleasure، همون کفه دیگر ترازو. لذت ها مثل سوخت موتور زندگیمون هستن. با کار کردن ما میسوزونیم، با دعوا کردن، درگیر شدن در تعارض ها، رقابت کردن، فائق آمدن بر مصیبت ها، دائما در حال سوزوندن هستیم. سوختی که باید از شادی و لذت و سرگرمی به دست بیاد. لذت ها از لذت جسمی گرفته تا لذت معنوی. enjoyment و pleasure خودتون میدونید یه نسبت عموم و خصوص با هم دیگه دارن، عام و خاص. خب برگردم به استعاره ترازوی لازاروس و فولکمن. ببینید دوستان، هیچ راهی غیر از این وجود نداره که این ترازو جلو چشمتون باشه و توازن رو بتونید برقرار کنید. روانشناسی مثبت، پازیتیو سایکولوژی، میگه که ایجاد هیجان‌های مثبت مثل امید، مثل خوشبینی، احساس خودکارآمدی، تاب‌آوری، شادی، سرزندگی، اینها در جهت عکس افسردگی عمل میکنه. یعنی ما باید اینها رو ایجاد کنیم. در زندگی عادی معمولا اینا اتفاق نمیافته. اگر زندگی رو شما به حال خودش رها کنید، از نظر ایجاد هیجان‌های مثبت دارم عرض میکنم، و بای دیفالت زندگی امروزه بیشتر برای ما رنج و سختی و استرس و اینها رو به همراه میاره تا شادی و لذت و اینا. دوستان توجه بفرمایید، در اهمیت هیجان‌های مثبت همین بحث که 4 تا از این هیجان‌های مثبت به اسم امید یا امیدواری، که متخصص امید یه فردی به اسم اسنایدر هست که میگه امید با آدم امیدوار افسرده نمیشه. خوشبینی، امیدواری، تاب‌آوری و احساس خودکارآمدی، مجموعاً این 4 ویژگی رو هم اسمش از سرمایه روانشناختی. چطور شما یه سرمایه مالی دارید میتونید باش هر چیزی رو بخرید، با این سرمایه روانشناختی میتونید هر حس خوبی رو که دلتون میخواد برای خودتون ایجاد کنید، نشکنید. پس فرمولی جز این نیست که کفه داشته هامون رو، مقابله ها رو، هیجان های مثبتمون رو، روابط اجتماعیمون رو، لذت هامون رو سنگین کنیم و تا جایی که در اختیار ما هست کفه استرسورها، نقص ها، اینها رو سبک کنیم. این توازن ترازوی دو کفه‌ای به معنای توازن خلقه. من به زبان ساده ای عرض کردم خدمت شما که هیچ پیچیدگی نداشته باشه و علاوه بر این یه ویژگی داره که هر کسی یه سبک زندگی داره، یه الگوی فکری داره، هر کسی یه امکاناتی داره، یه پتانسیل هایی داره.
یکی یه همسر خوب داره، یکی یه همسر قرقرو. درسته؟ یکی ممکنه که از غذا خوردن لذت ببره، یکی فقط غذا میخوره که زنده بمونه. یکی گذشته دردناکی داشته، یکی در یک خانواده کم آسیب بزرگ شده. یکی الان یه نظام حمایت اجتماعی خیلی خوبی داره، مثلا همین الان برزیل هست ولی هر روز زنگ میزنن بهش، مورد نوازش قرار میدن، حس خوب به وجودش، به جانش میریزن. یه فرد هم انگار از دستش راحت شدن دیگه، گفت چه غریب ماندی ای دل، نه غمی نه غمگساری، هیچ کسی خبری ازش نمیگیرن. با این استعاره ترازو که من گفتم، هر کسی میتونه داشته های خودش و مشکلات و نداشته های خودش رو به صورت اختصاصی بذاره توی این کفه ترازو و سعی کنه که تعادل رو برقرار کنه. نکته پایانی رو خدمت شما عرض میکنم و صحبت‌های شما رو میشونم. نکته پایانی اینه، گام بعدی در درمان، پیشگیری از افسردگی، کم کردن اثرات منفی زندگی گذشته است. زندگی گذشته ما مثل جریان یک رودخانه رسوباتی داره. دیدید بعضی وقتا رسوبات رودخانه بستر رو پر میکنن، رودخانه سرریز میکنه، از مسیر اصلیش هم خارج میشه. دیدید این رو دیگه؟ نیاز به لایروبی داره. بعضی از ما واقعا گذشته دردناک، پرمشقت و سختی داشتیم. مهمترین اثر منفی گذشته ایجاد یک نظام شناختی منفی نگر هست. یعنی فکرها منفی میشن. به عنوان مثال، کسی که تجربه مکرر شکست در گذشته رو داره به درماندگی آموخته شده میرسه. ممکنه که دیگه اصلا تلاشی برای خودش نکنه. کسی که در معرض سوء استفاده مستمر قرار داشته کاملا بی‌اعتماد این آدم. شما فرض کنید که یه فردی از شما 5 بار پول گرفته و هر بارم قرار شده یه ماه بعد برگردونه، هیچ دفعه هم برنگردونده. اصلا ذهن شما یه بایاسی ایجاد، باز دفعه 6م احتمال برگردوندن یا برنگردوندن 50-50 است، ولی ذهن ما اینو تقریبا نزدیک به 0 و نزدیک به 100 ارزیابی میکنه. به خاطر همینه که بعضی از شناختهای ما ناشی از زندگی گذشتمون بسیار منفی میشن. اون شخصیت من میدونستم رو خاطرتون هست در کارتون گالیور؟ همش پیش میاد. شما بدونید که اون شخصیت از روی شخصیت‌های واقعی افسرده‌وار درست شده. بعضی از آدم‌ها زندگی سالمی داشتن، خیلی سالم. افراد آرمانگرا افسرده میشن. یکی از خطاهای شناختی، خطای چیه؟ just word. دنیای میزون، دنیای عادلانه، دنیای سر جای خودش. هر کسی از دنیا انتظار داشته باشه که این عروس هزار داماد که کنایه از دنیا هست در بیان شاعران، عادلانه باش برخورد کنه، اشتباه میکنه. و جالبه انتظار برخورد منصفانه از دنیا در نهایت افراد رو به افسردگی میرسونه، چون یه انتظار مستمریه که برآورده چیه؟ نمیشه. الان شما نگاه کنید، واقعیت من خیلی حالا آدم سیاسی نیستم، حداقل آدم سیاسی هستم، ولی نفع و ضرر سیاسی در آخر هیچ کدام از جناح‌ها ندارم. عذرخواهی میکنم، با این بیان به این صراحت دارم میگم. ولی الان نگاه کنید، حالا همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، خود ما بعضیامون بچه‌های کوچیک
خردسال داریم و هر روزش بیش از 200-300 تا بچه رو توی غزه میکشن. اسمش هم گذاشتن دفاع از خودشون، دفاع مشروع از خودشون. بابا همه که میدونن این جنگ برای نابود کردن رقیبته، ولی آدما رو مثل علف داری درو میکنی. خیلی ناجور برای خودشون. کسی که انتظار دنیای منصفانه داشته باشه، چه از این وریا چه از اون وریا، نتیجه نهاییش یأس و ناامیدیه. قبول دارید اینو یا نه؟ خب پس گام بعدی که من خدمت شما صحبت خواهم کرد در خصوص پیشگیری از افسردگی، لایروبی کردن رودخانه جاری زندگی از اتفاقات منفی گذشته است که باعث شکلگیری شناخت‌های معیوب و شناخت‌های منفی در ما شدن. ذهن ما رو بایاست کردن به سمت منفی. فکر منفی هیجان منفی رو تولید میکنه. ناامیدی غمگینی رو ایجاد میکنه. بدبینی نسبت به آینده احساس بنبست رو ایجاد میکنه. درسته؟ استرس آنهدونیا ایجاد میکنه، بی‌لذتی ایجاد میکنه. خب زیاد صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. من در خدمت شما هستم. دقایقی میتونیم با همدیگه گپ بزنیم و ساعت 11 هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خب ببخشید، من قبل از اینکه بچه سوالی بپرسم، من چون ممکنه آخر وقت نشه بگم، فقط خواستم یه سپاسگزاری خاص بکنم. واقعا ممنون. حالا شاید سایر دوستان ندونن، آی دکتر امشب 2 تا مهمونم داشتن. خیلی ممنون بابت این انعطاف پذیری که داشتید توی وقت برنامه. ممنون بابت وقتی که گذاشتید. ممنون بابت اینکه با وجود اینکه مهمون داشتید بازم اومدید و واقعا من لذت بردم و استفاده کردم. و یه سوال کوچیک دارم میذارم آخر اگر وقت شد ازتون بپرسم، فرصت بشه بقیه دوست. من سلام و ارادت عرض میکنم خدمت دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن. چند نفر در پارت دوم اضافه شدن. در خدمتتون هستیم. من فکر میکنم هنگام خانم دستشون رو اول بلند کردن. بله بفرمایید. مدیریت جلسه رو آقای دکتر فرمانی داشته باشید برای دوستان که من شرمنده‌شون نشم. خواهش میکنم. هنگام شما میخواید سوال تو بپرسید. سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر و دوستان عزیزم. من خیلی سریع سوالا میپرسم و سریع شما فرمودید که به جای اینکه در واقع از اشتباهات گذشته خب خیلی ما این کار انجام میدیم که درس بگیریم، خودمون سرزنش میکنم باید لایروبی کرد. ولی خب بالا چطور باید لایروبی کرد؟ من که فکر کردم اگر بالا بتونی توضیح مفصلی بدیم چطور این لایروبی باید انجام بشه، واقعا من خیلی ممنون میشم. این پروسه رو بهش میگن بازسازی شناختی. در بازسازی شناختی یه مجموعه یا یه خوشه ای از فکرهای منفی یا شناختهای معیوب هست که اینا افسردگی رو ساپورت میکنن، افسردگی رو نگه میدارن. ما اول میایم در هر فرد ما معرفی میکنیم، مثلا 15-16 نوع فکرهای منفی داریم، اینها رو ما معرفی میکنیم. هر کسی فکرهای منفی خودش رو شناسایی میکنه و بعد میان این فکرهای منفی رو چیکار میکنن؟ این فکرهای منفی رو در واقع راستی آزمایی میکنن. یعنی شواهدی که تایید کننده هست، شواهدی که تایید نمیکنه فکرهای منفی، اینا رو مشخص میکنن. بعد سعی میکنن یه فکر واقع بینانه به جای اون فکر منفی بگذارن. این اسمش بازسازی شناختیه و باعث میشه که اون بایاس ها یا سوگیری های شناختی
کمتر بشه یا از بین بره، یعنی فکرهای منفی ما از بین بره. میشه یه مثال بزنید؟ بله، مثلا دارم میگم یه نفر ممکنه که در خانواده خودش مورد بیمهری مداوم قرار گرفته باشه. این آدم به دنیا بی‌اعتماد میشه. وقتی باهاش صحبت میکنی میگه که آقا همه به اصطلاح غیر قابل اعتماده، به هیچ کی نمیشه اعتماد کرد. هر کسی به شما نزدیک میشه قصد سوء استفاده از شما رو داره. فرد افسرده واقعا اینا رو میگه ها. بعد شما میایید میگید که خب مثلا آیا پدر مادرت از شما سوء استفاده کردن؟ آیا این دوستت، این همسرت، این فلان شواهد نقیض این داره یا نه؟ بعد خیلی ها ممکنه در سوء استفاده شما هیچ منفعتی نداشته باشن. البته ما کمک میکنیم خود فرد در زندگی خودش اینها رو، شواهد نقیض رو پیدا کنه و بعد از اون مثلا میایم میگیم که متوازن‌تر و عادلانه تر هست که ما بگیم ما در معرض سوء استفاده قرار داریم. در گذشته هم افرادی بودن در زندگیمون که از ما سوء استفاده کردن. مثلا قرض گرفتن پس ندادن، مثال دارم میگم. کمک گرفتن کمک نکردن. ما باید برنامه ریزی کنیم برای داشتن یه رابطه متوازن. و وقتی که به جای فکر بایاست قبلی آدم ها مستمرن سعی میکنن فکر آلترناتیو رو تمرین کنن، به یه دیدگاه متوازنی میرسن که حالا نه دید مثبت نسبت به آدم ها دارن به صورت پیشینی، نه دید منفی. میگن باید بررسی کنیم ببینیم مثلا یه آدم انگیزش از فرض کنید نزدیک شدن به من چیه، نه اینکه از روی اسم نیومده نشناخته بخوان به اعتمادی بهش نشون. این یه مثال. بفرم. بله متشکرم از لطفتون، ممنون. خواهش. خب من فکر کنم دکتر سعید تفضلیان هم داریم امشب، ایشون هم سوال دارم. آقای دکتر تفضلیان ارادت دارم. سلام و ادب خدمت آقای دکتر فتاوادی و دیگر دوستان گرامی. سپاس هم آقای دکتر که زحمت کشیدن این برنامه رو برای ما در واقع ایجاد کردن، هم دوستانی که در واقع این شرایط فراهم کردن، بسیار سپاسگزارم هستم. من سوال خیلی کوتاه دارم. در واقع این آخرین نکته‌ای که شما فرمودید در رابطه با آرمانگرایی، که حتی فکر می‌کنم که آرمانگرایی بیشتر از منظر مثالی که زدید از منظر در واقع اعتقادی و اینها بود. فکر کنم کمالگرایی و ایدئالگرایی هم از همون جنسه دیگه. اگه هست حالا مثلا اینکه مثلا من میخوام ماشین بخرم حتما باید مثلا یه ماشین پوشه بخرم، حتما مثلا خیلی باید عالی باشه و اینها. میخوام ببینم آیا اینم از همون جنس در واقع چیزی هست که از نشانه‌های افسردگی هست یا خیر، و اگر هست راهی برون رفتش چی هست، یعنی راه درمانش در واقع چی هست؟ خب من کمالگرایی رو اول تقسیم کنم به دو قسمت، فرد مدار و جامعه مدار. اون چیزی که من گفتم کمالگرایی جامعه مدار یعنی انتظار دنیای عادلانه از دیگران و دنیای اطراف داشتنه که معمولاً دیفالت زندگی عادلانه بودن و منصفانه بودن نیست. و این انتظار چون مدام هی برآورده نمیشه در ما رو سمت افسردگی سوق میده. منتها بعضی هستن که اصلا اینطوری نیستن و مثلا خیلی توقعی از دیگران ندارن به صورت پیشینی یا از دنیای اطراف، اونها کمتر در معرض افسردگی. اما اون کمالگرایی فردی که گفتید الزاماً با افسردگی ارتباط نداره. یه جاهایی ما باید کمالگرایی رو حتی دامن بزنیم. کمالگرایی مثبت داریم، کمالگرایی منفی. کمالگرایی مثبت کمالگرایی هست که با در نظر گرفتن پتانسیل های ما هست، نتیجهش رشد برای ما. کمالگرایی منفی به اصطلاح بلند کردن وزنهایی که در توان ما نیست و معمولا نتیجه شکسته، اون ممکنه ما رو به سمت افسردگی سوق. سپاس شما. خواهش میکنم. فکر کنم ارمندس جوشن سوال دارم.
محمد صادق جوش هست. منم تشکر میکنم مجدد دکتر و دیگر دوستان. فقط من یک سوال وقت دوستانم نگرفته باشم در مورد این نظام سلامت اجتماعی های دکتر فرمودید، اگر که به قول گفتنی مرزهای نظری رو در نوردیده و عینیت پیدا کرده، میشه یه سمپل بفرمایید جایی که جواب گرفتن با این نظام سلامت؟ فکر میکنم که کشور خودمون که نمیتونه نمونه‌ای داشته باشه، حالا با پیشینه ذهنی چیزی که من دارم، ولی اگر جایی هست که این نظام سلامت جواب داده بفرمایید. ممنون. نظام حمایت اجتماعی 3S، 3 Social Support System، یعنی اینطوری بهتون بگم، پیش‌فرض اینه که همه آدم ها الزاماً داشته های خودشون برای زندگیشون کافی نیست، نیازمند حمایت اجتماعی. در کشورهای مختلف که حالا شما مثال خواستید، مثلا در کشور کانادا هم میگم، یه دوستی ما داریم به اسم آقای دکتر میربلوچی، اونجا دارن کار میکنن. اومدن و ایشون رو به عنوان روانشناس خود مهاجران ایرانی که در کانادا زندگی میکنن استخدام کرده اون اداره مهاجرت، و ایشون میره سراغ کسانی که نیاز به خدمات روانشناختی دارن، سر میزنه، کمکشون میکنه. این بخشی از اون نظام حمایت. اما در ایران چرا؟ ما نظام حمایت اجتماعی رو الان بیشتر در شکل کمک‌های مثلا اقتصادی، خودکفا کردن آدم‌ها در قالب بهزیستی، اداره بهزیستی و کمیته امداد داریم. خیلی از خانواده‌ها هستن، من الان دانشجوی دکتری دارم که چون تحت پوشش بهزیستی هست، دانشجوی دکتری پردیس، شهریه‌اش رو بهزیستی پرداخت میکنه. این حمایت اجتماعیه. و اخیراً اومدن یه کارایی که کردن این هست که از توانمندی‌های افراد داخل سازمان برای کسانی که نیازمندی‌های متناسب با توانمندی‌های اینا دارن استفاده میکنن. به طور کلی حالا شما میتونید یک شبکه غیر رسمی و رسمی غیر دولتی یا غیر سازمانی داشته باشید که در اون هر کدوم از شما داشته هاتون رو معرفی کنید، توانمندیاتون رو معرفی کنید. من معمولا در کلاس درسم هم حتی این کارو میکنم، یعنی از بچه ها میپرسم که چه کارایی میتونن بکنن، چه پتانسیلایی دارن. یه پروژه علمی انجام میدن، ممکنه که بتونه کمک مالی بکنه، یکی بره دیتا رو تو فیلد جمع آوری کنه، یه فردی مثلا توانایی نوشتن گزارش رو داره. حالا در زندگی عادیمون، نه زندگی حالا آکادمیک، خیلی از ما یه سری توانمندی هایی داریم. مثلا در ایران که الان شما گفتید من مثال بزنم، سازمان بهزیستی از بعضی از افرادی که مثلا بازنشسته هستند و اما توانمندن کمک میگیره برای مراقبت از بیماران، سالمندان یا کودکان و اطفال در خانواده های دیگه، و اینا خودشون آموزش میدن از همون خانواده‌ای که بهش کمک میکنن یه کمک دیگه ای رو میگیرن. یعنی اسمش هم هست، ببینید، شبکه حمایتی که آدما به صورت متقابل هم میتونن نیازهاشون رو معرفی کنن، هم توانمندی‌ها و پتانسیل‌هاشون رو، و این رو چیکار کنن؟ یه شبکه ازش ایجاد کنن. خیلی ممنون. مثلا در ایران حالا فارغ التحصیلای رشته‌های مختلف هم خیلی هاشون، ما الان در دانشگاه شهید بهشتی یه گروه واتساپی داریم، یه بخش از کارهایی که انجام میدن همکارا اینه. خب خیلی ها فعالیت‌های برون دانشگاهی در صنایع دارن، در خدمات دارن، میان اینجا معرفی میکنن، مثلا میگن آقا ما یه نیروی اینچنینی میخوان، این پتانسیل رو برای انجام این کار داریم، این محصولات رو تولید کردیم، و یک ارتباط درونی. خیلی وقتا هم نیازهای ما با داشته های آدم های بغل دستیمون با هم خیلی خوب چفت و بست پیدا میکنه. تشکر میکنم. سلامت باشید.
مرار خانم، دکتر مرار عزیز. سلام آقا مجید، حال شما خوبین؟ سلام آقای دکتر. ببخشید من فکر کنم قسمت پایانی صحبت شما رسیدم. ولی خب من از خدمتتون یه سوالی داشتم، فکر می‌کنم البته دوستان دیگه هم مطرح کردن. من خودم یه مشکلی که دارم مشکل کمالگرایی است و شما هم گفتید که ما کمالگرایی مثبت داریم و کمالگرایی منفی، ولی مسئله‌ای که وجود داره که من خودم دچار یه تناقض شدم، چون با یه روانشناس صحبت کردم، به من گفت تو مشکل کمالگرایی داری و من فکر می‌کردم کمالگرایی یعنی که شما یه کارایی رو در واقع می‌خواید انجام بدید و اون رو و میخواید کامل و بهترین اون چیزی که میتونید رو انجام بدید. بعد به خاطر من برای اینکه خیلی میترسیدم، یعنی ترس از موفق نشدن، شاید خیلی چیزا رو رد میکردم. مثلا بیا مثلا هدایت یه تیم رو مثلا به عهده بگیر، مثلا میترسیدم که موفق نشم، یا مثلا فکر میکردم که نه من که نمیتونم و خیلی چیزا رد میکردم. بعد فکر میکردم که در واقع به من گفتن تو به خاطر کمالگرایی رد میکنی، اگر که این خاصیت رو بذاری کنار اتفاقا در کار پیشرفت بهتری میکنی. نه یعنی کمالگرایی که به من گفتن کمالگرایی که باعث میشه که شما متوقف میشید، کمالگرایی نیست که باعث بشه که شما در کارتون بهتر بشید یا بهترین بشید. یعنی من می‌خواستم همین مرز این که شما میگید کمالگرایی منفی نتیجهش اینه که شما میرید و کاری انجام میدید و شکست میخورید، ولی خب یه جایی هم هست شما به خاطر کمالگرایی میترسید که شکست بخورید و یه کاری انجام نمیدید. خاصا من نفهمیدم چطور میتونم تصمیم گیری کنم و مرز بین این که خب این کار به شکست منجر میشه یا این کار نه اثر ترسه که نمیخوام واردش بشم رو چطوری میتونم تشخیص بدم؟ به لحاظ ذهنی شما نمیتونید قبل از عمل به یک نتیجه گیری برسید. معمولاً مرز بین کمالگرایی منفی و مثبت، که منفی همینیه که ترس از شکست مؤلفه اصلیش هست، توسط تجربه های واقعی ما تعیین میشن. یعنی شما از یک طرف وارد کار میشید، در یه مقیاس کوچیک میایید یه کاری رو شروع میکنید، انجام میدید. شکستن در واقع این کمالگرایی، بنبست کمالگرایی مستلزم این هست که شما از تجربه های کوچکتر که احتمال موفقیتتون در اونها بیشتره شروع کنید. یک. دوم، در کنار کسانی باشید که یک کاری رو انجام میدن که شما پتانسیلش رو دارید ولی ترس از شکست نمیذاره شما اون کار رو انجام بدید. با اونها به صورت مشترک بخواید یک کاری رو انجام بدید. افراد کمالگرا فکر میکنن اول باید رو ذهن خودشون کار کنن، ذهنشون غیر کمالگرا بشه، بعد یک کاری رو شروع کنن، ولی واقعیت داستان این نیست. تغییر از طریق چنجینگ و دوینگ، از طریق وارد شدن در خود کارها هست. پس اون چیزی که مشخص میکنه برای شما که چطور میتونید از تله کمالگرایی منفی شکست کنید، اجتناب کنید، درگیر شدن در انجام کارها و فعالیت‌هایی که از همونها هراس دارید، یا در مقیاس کوچیک توسط خودتون یا به صورت مشترک با الگوهای موفق اونهاست. بله خیلی ممنونم، خیلی واقعا کمک کننده بود، ممنونم. سلامت باشید. خب سایر دوستان کسی سوالی داره؟ آقای فرغانی عزیز، دکتر گرامی، اگر اجازه بفرمایید ما این جلسه، من ضمن سپاس خاص از همه دوستانی که شرکت کردند از خدمت دوستان گرامی خداحافظی کنم با این قول که برای زمان مناسب دیگری که شما به من اعلام میکنید دوستانم زمانهای مناسبشون رو خدمت آقای دکتر فرغانی بگن. ادامه این مبحث رو من میتونم با کمال میل در خدمتتون باشم و به هر صورت امیدوارم این بودنه بتونه حداقل در ایجاد یک فضای فکری برای اندیشیدن در مورد افسردگی کمک کننده باشه. خیلی خیلی ممنون. اتفاقا من داشتم، ما یه گروه واتساپی اون داریم، داشتم به بچه، یعنی اون در واقع اون هسته مرکزی انجام
که تو حضور جمعیت شما یه قولی بگیریم که برای جلسه بعد که خودتون گفتید و خیلی خوب بود. من خوشحال شدم خودم به شخصه. حتما خیلی خوشحالم. و اتفاقا من یه نکته‌ای که حالا توی حرف شما 2 بار بهش اشاره شد، این بحث این گروه و اعلام پتانسیل ها و اینکه چجوری میتونیم به هم کمک کنیم. خیلی ایده داریم. ما یه گروه داریم یه مدت زیادیه که استفاده که ازش میشه اینه که بچه‌ها میان سوالاتشون و اون مشکلاتی که دارن رو مطرح میکنن و کسایی که تجربه دارن کمک میکنن. ولی الان به ذهنم رسید که ما خیلی بهتر میتونیم از این گروه استفاده کنیم. ممنون، بسیار ممنون از وقتی که گذاشتید. از طرف من عذرخواهی کنید از مهموناتون، ما وقتتون هم گرفتیم و به امید دیدار بعدی. ارادت. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خدا تشکر آقای دکتر. خدا نگهدارتون باشه. خدا